خود جهنمه. خود جهنمه. این گروه ترید با آدم تو تلگرام برای تو نه، ما یه دونه گروه آدم گروه من کلا ندارم، مثلا نو گروه کانال داریم، هر گروهی زدن کلاهبرداری 100%، و نه ما هیچ گروه تلگرامی نداریم کلا، موضوع هم نداره لایو، همینجوری گذاشتیم عشق کنیم با هم دیگه در کنار هم دیگه. چونم برات بگه که ارادت آقای ایده عزیز، چونم برات بگه که چقدر پول داری، سوال پرسیده، خیلی کم، زیاد نیست. و جونم برات بگه که ما هیچ گروهی نداریم، هر گروهی هست کلاهبرداریه، ما فقط کانال داریم، کانالم اونم اونایی که خودمون استوری میکنیم. میگه که کپی تریدش رو شرکت نکنید، فقط ضرر داره. آره این چیزی جدیدی نیست، من خودم علنی دارم تو کانال تلگرامم میگم الان وصل نشید، دارم تجربه کسب میکنم در این زمینه. خوبه که خودم دارم میگم اینو، یعنی علنا خودم دارم میگم. این چیزی مشخص و واضحه، تازه ظرفیتش هم بستیم که کسی نیاد اصلا. واسه همین اصلا چیزی عجیبی نیست، یه جور ننویسه انگار مثلا من اصرار دارم شما بیایید. اتفاقا من به همه دارم میگم 2 ماه دیگه بیایید، الان نیایید. و تو 100 تا وایس هم اینو گفتم، یه چیز جدیدی نیست. خب خوش میگذره سلطان، قربون شما، متشکرم. حالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ درود بر شما، درود بر شما. عسل عزیز میگه به نظرم موهاتو کوتاه کنی بهتر. فیفتر تلفظ کن. نه نمیخوام کوتاه کنم، اتفاقا اینجوری بیشتر دوست دارم. بعد میگه که درود آدم عزیز، لطف دارید شما خانم فاطمه. سلام داداش صدرای عزیز، خوبی؟ حالت چطوره؟ خب آقا یه لایو باحال داشته باشیم با یک موضوع متفاوت، یه مقدار فکت بیاریم و بحث نیست این فکت رو آدم بدونه. یه چیز خیلی جالب هست که باید بهش توجه بکنید، اونم اینه که اکثر آدم ها پولدار نمیشن و در نهایت میلیونر دلاری. یعنی اکثر آدم ها وقتی از دنیا میرن با زیر 50 میلیارد حداقل با دلار امروز از این دنیا میرن، و احتمال خیلی بالایی وجود داره که شما جزو یکی از اون آدم ها باشید و این احتمال تقریبا 99%. یعنی از این 1800 نفری که توی این لایف هستن فقط طبق آمار 2 نفر نهایتاً به 1 میلیون دلار میرسن و 1800 و الان 96 نفریم، 1897 نفر نمیرسن. آیا این دلیل میشه که شما خوشحال و خوشبخت زندگی نکنید؟ خیلی سوال قشنگیه. آیا این دلیل بر اینه که شما خوشحال نباشید، خوشبخت نباشید، حالتون بد باشه؟ این یک فکته که احتمال این که شما موفق بشید و به میلیون دلار برسید 1%. ولی آیا دلیل بر اینه که شما تو زندگیتون تجربه نداشته باشید، مثلا نرید تجربه نکنید، اشغال نکنید، لذت نبرید، سینما نرید، زندگی رو بر خودتون زهرمار کنید؟ چون شما بخواید چه نخواید در نهایت زندگی سپری میشه و آنچه که از شما میمونه نه پولهاتونه نه ثروتتونه، آنچه که از شما میمونه فقط تجربتونه. میگه پول خوشبختی نمیاره، خوشبختی پول میاره. آره خوشبختی مشخصا ثروت میاره، آره من با این قضیه موافقم. ولی من فکر میکنم که این کانسپت فکری که شما تمام زندگیتون رو برای پول تلاش کنید بعد اگر نرسید حالتون رو بد کنید، من نمیگم راجع به پول تلاش نکنید، چرا برای پول بجنگید، رطب خورده را منع رطب حرام است، این یه چیز طبیعیه و مشخصه و واضحه. ولی که من فکر میکنم که نرسیدن هم اشکالی نداره. برنامه ریزی کن که ثروتمند بشی، برنامه ریزی کن که پول در بیاری، برنامه ریزی کن که بهتر زندگی کنی، رفاه نسبی رو به دست بیاری، بله همه اینا رو داشته باش. ولی دلیل نمیشه که شما تو زندگیتون از زندگیتون لذت نبرید. میگه میشه پولدار خوشبخت بود، قطعا میشه، ولی شانسش 1%. بعد اگر پولدار نباشه بدبختی،
یه سوال آقا من اگر پولدار نشم بدبختم. میگه میشه برای خوشبختی و پولدار بودن تلاش کرد. خب اگر تلاش کردی برای پول و نرسیدی چی؟ چون خیلی پولدار نمیشن. شانس موفقیت در زمینه رسیدن به ثروت طبق آمار 1%. یعنی فقط 1% از جمعیت به درآمد بالایی، به پول بالای 50 میلیارد میرسن، به 1 میلیون دلار میرسن. خب من میخوام بگم که آقا آیا دلیل بر اینه که اون 99% بقیه همشون باید حتما ناراحت باشن؟ حتما باید همشون بدبخت باشن؟ من میگم تلاش کن، خیلی هم تلاش کن، بجنگ، ولی اگر نرسیدی هم اشکالی نداره، چون پول اصلا لازمه خوشبختی نیست. پول اصلا لازمه خوشحالی نیست. پول لازمه لبخند نیست. با پول میتونی یک سطح بالایی از رفاه رو تجربه کنی، ولی سطح پایین از رفاه رو میتونی با پول کمتر هم تجربه کنی. من کل صحبتم اینه. شما میتونید 8 ساعت 10 ساعت در روز برای پول کار کنید، ولی مابقی روزت رو میتونی برای خودت بذاری. ولی ما مابقی روزمون رو میذاریم برای اینکه چه پولهایی رو نداریم، چه وسیله‌ای رو نداریم، چه گوشی رو نداریم، چه ساعتی رو نداریم، چه فلان چیزی رو نداریم. تمام تمرکزمون رو میذاریم برای نداشته هامون و در نهایت تو این پروسه زندگی ما زهرمار میشه. میگه پول همه چیزه. منم به شما میگم جناب غفاری فقط 1% از آدم ها میتونن به 50 میلیارد بالاتر برسن و احتمال اینکه شما نرسی 99%. از این 1800 نفر فقط 2 نفر طبق آمار میتونن برسن. از این 1800 نفر آیا قراره 1798 نفرشون زندگی رو بر خودشون زهرمار کنن؟ نه. پول خوشبختی نمیاره ولی خوشی میاره. نه، اتفاقا خوشی هیچ ارتباطی به پول نداره و شاید باورت نشه هرچی مسافرت و هتل و جاهایی که میری کمتر لاکچری باشه خوشی بیشتری اونجا هست. اتفاقا خوشی و نمیدونم هیجان و دوستی و مرام و مروت توی چیزای کمتر لاکچریه، توی جاهایی که کمتره. یعنی هرچی این سطح رفاهی پایین تر میاد عشق بازی باحالتر و جذابتر میشه. میدونی من دارم راجع به این صحبت میکنم که آقا تلاش کردن ایرادی نداره ولی هیچ ارتباطی به ثروتمند شدن هم نداره. هیچ ارتباطی به خوشحالی و خوشبختی شما هم نداره. لزوما پول برای شما خوشبختی نه تنها نمیاره، میگه من باید جزو اون 1% باشم. اگر نباشی چی؟ اگر جزو اون 1% نباشی چی؟ وقتی میگی من یه کاریو میخوام انجام بدم که شانس موفقیتم 99% نشده، خب یعنی خیلی شانس کمی برای موفقیت داری. بعد اگر نشد چی؟ میگه ببین، میگه پول نباشه شب گرسنه بخوابی خودت میفهمی. الان شب شما گرسنه خوابیدی؟ الان شما گرسنه اید، الان نون ندارید بخورید. این یک طرز فکره. من اینو تو لایف خیلی میبینم، میگن که آدما پول ندارن نون بخورن. خب شما نون ندارید بخورید؟ واسه من سواله، شمایی که مینویسی شما نون ندارید بخورید، الان مثلا شب گرسنه خوابیدید، شام نداشتید، برام سواله. چون اون عکس پروفایل به کسی که نون نداره بخوره نمیخوره. یه مقدار عکس پروفایل تفاوته. میگه هیچ کس بدون پول خوشبخت نشده. من بهت قول میدم خیلی از آدمای با پول هم خوشبخت نشدن. پول اصلا هیچ ارتباطی به خوشبختی نداره. ثروت هیچ ارتباطی به خوشبختی نداره. میدونی دارم راجع به چی صحبت میکنم؟ آنچه که من ازش صحبت میکنم اینه: پول نه تنها خوشبختی نمیاره بلکه بدبختی هم نمیاره. هیچی. پول هیچ ارتباطی به این دوتا نداره. میگه الان شما این همه ثروت داری خوشحال نیستی، هیچ ربطی به ثروتم نداره. من اگر ثروتمندم نبودم خوشحال میبودم. میگه ترویج فقر میاره. من نمیگم فقیر باش، میگم خوشحال باش، ربطی به پول نداره. خوشحال باش، اینا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. یعنی پول و ثروت و دارایی هیچ ارتباطی به خوشبختی و خوشحالی شما نداره. میگه اینا توهمات زرد است. منم خیلی عالیه، منم میگم عالیه.
شما برای پول تلاش کن، بعد اگر نرسیدی بدبخت شو، بیچاره شو، بعدم افسردگی بگیر. لواله. یا مثلا طرف میگه که اگر پول خوشبختی نمیاره پس چرا میفروشی؟ این ربطی نداره، تجارت منه. این میمونه که میگه اگر پول خوشبختی نمیاره چرا مغازه میزنی؟ اینجا مغازه منه، چرا نباید بفروشم؟ چه ربطی به هم دیگه داره؟ هیچ ربطی نداره اصلا. ببین من نمیگم پول بده، اصلا راجع به پول بد بودن نیست، ولی طبق فکت و آمار ما فقط 1% از آدم‌ها رو داریم که بالای 1 میلیون دلار، همون 50 میلیارد خودمون پول دارن تو کل دنیا. و شما داری در مسیری قدم برمی‌داری که 99% شاید نرسی. اوکیه، 99% شاید نرسی، رواله، شاید بالای 50 میلیارد 99% نداشته باشی. تا اینجا حله. آیا دلیل میشه که تو ناراحت باشی؟ دلیل میشه که تو غمگین باشی؟ دلیل میشه زندگی رو بر خودت زهرمار کنی؟ نه، دلیل نمیشه. شما میتونی بری موزه نیاوران، کاخ نیاوران، ورودیش 50,000 تومان، 25,000 تومان. الان خیلی گرون کرده باشن شده مثلا 100,000 تومان. همتون 100,000 تومان دارید که برید موزه، ولی نمیرید. میگه شما پول رو بده به یک کودک خوار، ببین خوشحالی رو میخری یا نه نمیخری. شما الان برو 50,000 تومان به یک کودک کار کمک کن، جدا فکر کنی خوشحالش کردی؟ نه، اون فقط برای تشکر از شما لبخند میزنه، فردا همچنان دوباره کودک کاره. خیلی فنون ساده ایه. فردا اون همچنان کودک کاره و پس فردا باز دوباره کودک کاره. هر روز برو بهش 50,000 تومان بده، تا 10 سال آینده باز کودک کاره. هیچ تغییری در زندگیش ایجاد نمیشه. اگر بخواد خوشحال باشه خوشحال میشه و اگر نخواد نمیشه. هیچ ارتباطی به پول نداره. من آدمای پولدار زیادی رو دیدم که خوشحال نیستن، یا حریصن یا ناراحتن یا افسردن، و آدمای پولدار زیادی هم دیدم که خوشحالن. در عین حال همه من آدمای مختلفی دیدم که پول دارم نیستن ولی خوشحالن. پول اصلا ارتباطی به خوشبختی و خوشحالی نداره. شما بی پول میتونی خوشحال باشی، با پول میتونی خوشحال باشی. در هر صورت میتونی خوشحال باشی، هیچ ربطی نداره. ولی اگر بابت بی پولی هات داری زندگی رو بر خودت زهرمار میکنی و بابت بی پولی هات حالت بده، تحت فشاری، علتش موضوعی است به اسم انتظار. علتش موضوعی است به اسم خواسته. من یه آیفون 14 میخوام چون ندارم ناراحتم. من مثلا پراید دارم 206 میخوام چون ندارم ناراحتم. با عدم شکرگزاری در لحظه من دارم هر آنچه که دارم رو زهرمار خودم میکنم. ببین یه چیزی من بهتون بگم، هر کسی با من مخالفه موفق و مؤید باشه، شما جزء کسانی هستید که 99% شانس موفقیت ندارید طبق ما، چون فقط 1% از جمعیت کل دنیا به مبلغ بالای 1 میلیون دلار میرسه. خب و اگر با من مخالفید این عالیه. شما میتونید تمام زندگیتون رو برای پول تلاش کنید در حالی که فقط 1% شانس موفقیت دارید و زندگی رو برای خودتون زهرمار کنید. این خیلی عالیه. پس میتونی همه جوره با من مخالف باشی و حرفای تکراری بزنی که پول همه چیزه، پول کل زندگیه، من همه چیزم پوله. منم اوکی ام با این قضیه که با من مخالف باشی، من اصلا با این قضیه مشکلی ندارم. ولی اون کسی که متوجه صحبت من میشه، من میخوام بگم که خوشبختی و خوشحالی، حس سرخوشی، حس شکرگزاری، حس لذت بردن از زندگی هیچ ارتباطی به پول نداره. خیلی فنون ساده ایه و خیلی از آدم، این یک فکت تلخی هم است، خیلی از آدم ها تو زندگی پولدار نمیشن، خیلی از آدم ها ثروتمند نمیشن، خیلی از آدم ها نمیشن. من دارم راجع به 99% صحبت میکنم. آیا شما حتما باید یک کارمند افسرده باشید؟ چون جامعه داره اینجوری بهتون القا میکنه تو اگر کارمندی بدبختی، تو اگر کارگری بیچاره‌ای، تو اگر مدیری و برای خودت مستقل نیستی که نابودی. رفیق همه که نمیتونن کارآفرین بشن، همه که نمیتونن بیزینس منیجر بشن، همه که نمیتونن بیزینسمن یا وومن بشن. یه عده کارمند میمونن، یه عده خانه‌دار میمونن. چون من خانه‌دارم بدبختم؟ یعنی چون من معلمم بیچارم؟ چون استاد دانشگاهم نابودم؟ نه ربطی نداره. من معلمایی رو داشتم که خیلی خوشحالم و خوشبختم. ببین از لحاظ مالی ما الان تو لایومون دکتر شهرام اسلامی رو هم داریم.
که استاد بزرگ من هستم. من 50 مدل کوچ با این آدم برداشتم. یعنی کوچ بیزینس دارم، کوچ ذهنی دارم، کوچ روانشناسی تریدر دارم. رسما فکر می‌کنم ما روزی 20 مدل جلسه داریم با هم دیگه، راجع به روانشناسی، راجع به خودشناسی، راجع به حتی آخرین کوچی که برداشتم با آقای شهرام اسلامی کوچ هیپنوتراپیه و هیپنوتراپی انجام میدیم برای اینکه من خودم رو عمیق‌تر و بهتر بشناسم. خب بالاتره، خیلی رو خودش کنترل بیشتری داره. احساسات ایرانی که بنیانگذار روانشناسی کودک بود، خیلی کارا کرده. تو گوگل سرچ کنید دکتر شهرام اسلامی واسهتون رزومش رو میاره. و من واقعا با آقای شهرام اسلامی واقعا از مصاحبت با ایشون لذت میبرم و ایشون به اندازه من ثروتمند نیستن ولی از من خوشحال‌ترن. پویای ودایی رو ببین، پویای ودایی به اندازه من ثروتمند نیست، این یه فکته. پویای ودایی به اندازه من ثروتمند نیست ولی من با این آدم صحبت میکنم، تو این آدم عشق و محبت میبینم، لذت میبینم، خوشحالی میبینم. خیلی حرفا. تا حالا به این قضیه فکر کردی که پول و ثروت و لاکچری و انگشتر و ساعت گرون برای شما خوشحالی نمیاره؟ خوشحالی کاملا یک چیز درونیه. کسی داره این حرف رو بهت میزنه که الان 3 ماه داره همین ساعت رو دستش میندازه چون این ساعت رو دوست دارم، ولی من یه کلکسیون ساعت دارم که بیش از $1.5 میلیون ارزش داره. حالا خیلی از قدیمی‌ها کلکسیون ساعت منو دیدن. من فقط 7 تا فرانک مولر دارم. فرانک مولرام از $80,000 تا $200,000 به بالا شروع میشه و با این حال دیگه هیچ حسی به اون ساعت‌ها ندارم. اینم فقط چون تو دستم قشنگ میشه میندازم، اینا برندش و رولکس بودنش واسه من مهم نیست. یعنی من پول رو رفتم تهش رو در آوردم و الان که به آزادی مالی رسیدم میبینم آقا آنچه که فکر میکردم من رو خوشبخت میکنه خوشبخت نمیکنه، آنچه که من فکر میکردم من رو خوشحال میکنه خوشحال نمیکنه، آنچه که من رو به لذت میرسونه پول نیست و نخواهد بود. حالا اگر با من مخالفی خیلی اوکیه، تا میتونی مخالف باش، اصلا مشکلی هم نداره، تا میتونی مخالف باش، دمت هم گرم، رواله. ولی من میگم لحظات زندگیتون رو به خاطر داشتن یا نداشتن پول زهرمار نکنید، چون شما در هر وجهی از زندگیتون یک چیزی هست، خب یک چیزی هست که شما پول رو ندارید که بخرید. اوج رضایت استارت موفقیت های شماست. یک خانواده سالم داشتن، یک خانواده خوب داشتن، دوستان خوب داشتن، روابط خوب داشتن، هدفهای خوب داشتن، خودشناسی. به نظر من اوج موفقیت ایناست. اینکه من یک همسر خوب داشته باشم. ببین من میگم تو اگر یه همسر داشته باشی، با همدیگه تلاش کنید، بعد یه خونه یه خواب پایین شهر نه وسط شهر بخرید، بعد تو این پروسه بچه دار بشید، بچه‌تون رو به درستی تربیت کنید، بعد با همدیگه عالم تجربیات خوب داشته باشید، تعطیلات پاشید برید مثلا مسافرت و خیلی هم خوش میگذره. میگه از لحاظ روانشناسی شما بیماری، مثلا از دید روانشناسی هر کسی به شما بگه که پول نیست مثلا بیماره. بعد حالا من بیمارم یا شماهایی که فکر میکنید پول همه چیزه؟ سوال قشنگیه. به هر حال لایو گذاشتن و مخالف افکار عمومی صحبت کردن خیلی سخته مسلماً. مادام مورد هزار مدل قضاوت و توهین قرار میگیره، ولی فکت این نصب کنی و بیای تو این لایو. پس به اندازه کافی پول داری که اینجا باشی.
وقتی میگی همه اینها تهش به پول وصل میشه، من میخوام بگم که از این 2400 نفری که تو این لایوم بهت قول میدم خب بهت قول میدم از این 2400 نفر راحت 500 نفرشون 30-40 میلیون رو دارن بیکار و با 30-40 میلیون میشه یک هفته اومد دبی. منتها به جای اینکه بری هتل ورساچی، به جای اینکه پاشی بری هتل ورساچی، پاشی بری مثلا هتل 5 پالم، میتونی بیای یه هتل ارزان‌تر، میتونی بیای یه هتل 4 ستاره با یه تور بیای. ولی میتونی بیای. اگر احساس خوشبختی نمی‌کنی چون نمیری و انجام نمیدی، چون واسطادی لاکچریشو انجام بدی. خیلیاتون تا همین لحظه که من دارم صحبت میکنم سریع خیلیاتون همین جمعه که گذشت تا نصف ظهر گرفته بودید، خوابیده بودید و نرفتید صبح جمعهتون رو، صبحانه‌تون رو در دل طبیعت بخورید. خیلیاتون تو همین جمعه نکردید ناهارتون رو پاشید برید تو طبیعت بخورید یا بالا پشت بوم بخورید یا اصلا بشینید توی بالکن خونتون بخورید. خیلی هم در دسترسه، ولی ما تمرکزمون رو گذاشتیم رو نداشته هامون و میگیم چون اونا رو نداریم ما خوشبخت نیستیم، ما بدبختیم، ما بیچاره‌ایم چون اونا رو نداریم. خیلی از شما خانوما، خیلی از خانوما میرن پدیکور مانیکور پدیکور، ولی خداییش بابت مانیکور والا من میرم خیلی حال میکنم. من اونام نگاه میکنم برق میزنه، خیلی باحال. ماهی یه بار میری، خیلی لذت بخشه. الان اینایی که نوشتن آقا با کدوم پول داداش، همینا خانومایی که تو پیج هستن همشون مانیکور پدیکور میرن، اکثرشون ناخن میکارن. بعد چقدر بابت اون ناخن کاشتن خوشحال میشی، چقدر خرسندی، چقدر رضایت داری. میدونی دارم راجع به چی صحبت میکنم؟ ما عادت کردیم تمرکز کنیم رو نداشته هامون. ما عادت کردیم تمرکز کنیم رو چیزهایی که هنوز بهشون نرسیدیم. بعد واسه تون مثال میزنم. شما میگی که آقا من تو قبل از اینکه این گوشی که الان دستت هست بخری رو میگفتی من این گوشی رو اگر داشته باشم خوشحال و خوشبخت میشم، من فلان میشم، با این گوشی میتره کنم 500 مدل عکس میگیرم. گوشی رو گرفتی، الان گوشی دستته، 2 روز باهاش خوشحال و خوشبخت بودی، بعدش فراموش کرد، بعدش کلا فراموش کرد، بعدش عادی شده انداختی یک گوشه. من نمیگم پول در حدی که رفاه زندگیت کامل باشه، پول در سطحی که خیلی زیادم باشه. تلاش کن برای زیادش، تلاش کن برای حجم بالاش، تلاش کن برای مدیر شدن. ولی اگر تلاش کردی و نرسیدی، چرا باید ناراحت باشی؟ چرا باید غمگین باشی؟ چرا باید افسرده بشی چون نرسیدی؟ میگه منم به زودی میرسم. اگر نرسی چی میشه؟ اگر نرسی چی میشه؟ میگه من با عوض شدن بوی مایع دستشویی جدید کلی عشق میکنم. آفرین. من همینو میگم. آدم‌هایی که شکرگزار هستند نسبت به آدم‌هایی که نسبت به داشته‌هاشون حال بد دارن بیشتر احتمال موفقیت دارن. میگه بالاخره میرسیم یه روزی. اگر نرسیدی چی؟ زندگی قرار زهرمار باشه؟ اگر نرسی چی؟ چه اتفاقی قرار واسات بیفته؟ اگر نرسی باید زندگی رو بر خودت زهرمار کنی. خیلیاتون متأهلید. خب خیلیامون هم هممون خب متأهلا همشون دارن رابطه جنسی رو تجربه میکنن. چقدر بابت رابطه جنسی خوشحالی. آقا من رابطه جنسی دارم با کسی که عاشقشم. چقدر چیز قشنگیه. با معشوقم میتونم یه عالمه عشق بازی بکنم و این خیلی چیز قشنگیه. چند نفر بابت این قضیه خوشحالیم؟ نه ما پول نداریم، اونم با پول میچسبه. رفیق چه ربطی داره؟ من زنگ میزنم ساعت‌ها و صدرو با هم دیگه صحبت میکنیم. جدا فکر کنم راجع بیزینس صحبت میکنیم، چرت و پرت میگیم با هم دیگه. حالا صدرو اگه تو لایو باشه 2-3 نمونه از چرت و پرتایی که ما با هم دیگه میگیم رو ببینه
متوجه میشی من چی میگم. ساعت ها با هم دیگه صحبت میکنیم. بعد از اینکه من قطع میکنم یه عالمه خوشحالم. با رفیقم صحبت کردم، یه مکالمه جذاب با دوستمون. چقدر قشنگه، چقدر قشنگه. من با دوستم میشینم صحبت میکنم، خیلی هم حال میده. ما تمام لذت‌های زندگی رو بر خودمون زهرمار کردیم که چیه؟ چون پول نداریم. واقعیت اینه که خیلی‌ها پولدار نمیشن، ولی دلیل بر اینه که خیلی‌ها افسرده باشن. دلیل بر این میشه که خیلی‌ها ناراحت باشن. میدونی چرا این اتفاق میفته؟ چون ما تو ذهنمون بستیم تا پولدار نشیم خوشحال نمیشیم. نکته، خیلی همون پولدار نمیشیم. میگه فلورانس اسکاولشین توی قسمت نفوذ کلام میگه این حرف درست نیست که در مورد آینده از مثالی که زدی اگر نرسیدیم استفاده کنیم. فلورانس اسکاولشین یکی از بدترین کتاب‌های دنیا رو نوشته به اسم 4 اثر از فلورانس اسکاولشین. نکته جالب اینجاست که شما نمیرید بخونید، میخونید، کتاب رو میخونید و فقط یک کتاب رو میخونید. 4 اثر از فلورانس اسکاولشین زمانی نوشته شده که شما فعل واقع اصلا با پسنداز کردنم پولدار میشدی. ژانر دنیا متفاوت بود، برای امروز جواب نمیده. میدونی آدما وقتی یک کتاب میخونن دچار جهل میشن. شما باید 50 تا کتاب بخونی. از طرفی خود فلورانس، همون خانم فلورانس اسکاولشین، خود فلورانس یک مبلغ مذهبی بوده و کل اون کتاب تبلیغ مسیحیته. یعنی جملات تأکیدی فلان اینا همش تبلیغات مذهبیه. و اگر شما بری ببینی اون که خود فلورانس اسکاولشین یکی از مبشرین مسیحیته و اون کتاب هم با این قضیه اومد بالا. ولی اون کانسپتی که ازش داره صحبت میکنه تو دنیای امروزی جواب نمیده. هرگز به یک کتاب بسنده نکنید وگرنه شما دچار جهل میشید. 50 تا کتاب بخون، 100 تا کتاب بخون، 200 تا کتاب بخون. بعد کتاب میخونی برو نویسنده رو بخون، ببین کیه، افکارش چیه، مارکسیست، مذهبیه، چی کار است یارو. بعد بشین کتابش رو بخون. اون فلورانس اسکاولشین که تو ایران اینجوری باب شده به خاطر اینکه بهترین چیزو داره میگه بشین خونه به فرشته‌ها نامه بنویس، هیچ کاری نکن. از کل مردم اومد منفعل ساخت. بشین خونه، نفوذ کلام، ذکر من پول دارم، من ثروتمندم، من ثروت. ببین جای اینکه بشینی خونه ذکر من ثروتمندم بگی، از زندگی لذت ببر. از مدل موهات لذت. من با موهام حال میکنم. یکی از علتهای خوشحالی و خوشبختی موهام. من موهامو دوست دارم. موهامو بلند کردم، انقدر باهاش عشق میکنم. شاید باور نشه، من مثلا ماشین لوکسی که پایین دارم اونقدر حال نمیکنم که با موهام حال میکنم. یعنی یه روزی اگر به من بگن مجبوری که بی خیال ماشینت بشی یا موهات، من میگم قطعا ماشینم. اصلا فکر نمی‌کنم، قطعاً بی خیال ماشینم میشم. چون با موهام خوشحالم و با ماشینم نیستم. با ماشینم، خب ماشینم وسیله من میبره این ور اون ور. یکی از احمقانه ترین چیزهایی که شنیدم اینه که آدم با ماشین خوشحال میشن. چجوری میتونی یه نفر اینجا به من بگه چطوری میتونی با ماشین خوشحال بشی؟ واقعا سوال، چطوری میتونی با ماشین خوشحال بشی؟ من اگه بوگاتی داشته باشم خیلی خوشحالم. خب بعد مثلا سوار بوگاتی میشی، از اینجا تا دبی مال 20 دقیقه راه، بعد میری دبی مال. با هر ماشین دیگه هم میتونستی بری. مثلا با بوگاتی بری شمال خیلی تغییر میکنه. تو رو خدا فکر کن، میگه مخ بزنی ببین، پس تو خوشحالی رو داری تو سکس میبینی. یا طرف اگر میگه که من اگر بوگاتی داشته باشم همه نگاه میکنم، تو خوشحالی رو در دیده شدن میبینی. تو داری خوشحالی رو در این میبینی که دیگران تو رو تشویق کنن. تو هنوز به درک خوشحالی نرسیدی اصلا. تو هنوز به درک خوشحالی اصلا نرسیدی. میدونی دارم راجع به چی صحبت میکنم؟ میگه عشق رانندگی هستم. منم هستم. منم رانندگی رو خیلی دوست دارم. ولی اگر نداشته باشم ناراحت نیستم. کسی که ببین خیلی جمله قشنگی گفت، دوست عزیزی که نوشتی عشق رانندگی هستم، خانم ساحل بادسر، بیا من پینت کردم. میگه عشق رانندگی هستم. ماشینت چیه؟ واسه من بنویس. من دوست دارم بدونم ماشینت چیه. و میخوام یک چیز کانسپت جالب رو با هم دیگه باز کنیم. چند نفر اینجا عاشق رانندگی هن؟
بنویسن عاشق رانندگی هستم و ماشینم اینه. بعدش بنویسن آیا خوشحالن یا نیستن. مثلا اینجوری: عاشق رانندگی هستم، ماشینم پرایده و خوشحال نیستم یا خوشحالم. میخوام به این نکته برسم، خیلی نکته قشنگیه. میگه آدم شتاب یا صدای اگزوز. شتاب که والا اینجا هم بوگاتی داشته باشی بالای 120 نمیتونی بری. بنویسید ماشینتون چیه، آیا عشق رانندگی هستی یا نه، و بنویسید آیا خوشحالید یا خوشحال نیستید. خیلی سوال قشنگه. عاشق رانندگی هستم، خب عاشق رانندگی هم بازم داره مینویسه. بعدش هم بنویسید آفرین آفرین، چقدر قشنگ نوشته. عاشق رانندگی هستم 200. و 6 دارم و خوشحال نیستم. چطور ممکنه؟ موهامم و مو دارم خوشحالم. من عاشق سازدهنی هم، سازدهنی خریدم مینوازم و خوشحالم. عاشق پیانو هم، پیانو خریدم و مینوازم و خوشحالم. حالا پول ندارید پیانو بخرید، سازدهنی که میتونید بخرید، 200,000 تومان. عاشق رانندگی هستم، 206 دارم و خوشحال نیستم. شما عاشق رانندگی نیستید، شما عاشق پوز دادنید. شما عاشق دیده شدنید. شما عاشق این هستید که دیگران راجع بهتون چی فکر میکنن. شما هر آنچه که میخواید بگید هستید الا عاشق رانندگی. کسی که عاشق رانندگی با یک پیکان هم خوشحال میشه. میگه من عاشق رانندگی هستم، 206 دارم و لیاقتم بیشتر از 206. شما لیاقتتون رو زمانی نشون میدید که 206 تون رو دوست داشته باشید. تا زمانی که تشکر رو یاد نگیرید بالاتر به شما داده نمی شود. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت نعمتت از کف برون کند. میگه نه اصلا اینجوری نیست، واقعا دنیا پوله، چون 206 حق من نیست. کی میگه 206 حق شما نیست؟ کی اینو مشخص میکنه؟ اگر میگی خودم مشخص میکنم، من به شما میگم که شما بابت 206 شکرگزار نیستی. تضمین میکنم که 206 از شما گرفته خواهد شد. تضمین میکنم که 206 از شما گرفته خواهد شد. بالاشو نخواهید دید. چرا؟ چون بابت داشته هایت خوشحال نیستی. تو بابت آنچه که هست شکرگزار نیستی. فلذا بالاترش هم بهت داده بشه خوشحال نیستی. مشکل اینجاست که شما خوشحالی رو بلد نیستی. شما خوشحالی رو اصلا بلد نیستی. میدونی راجع به چی دارم صحبت میکنم؟ من 206 دارم و خوشحال نیستم، پس قطعاً با بی ام هم فقط 2 روز خوشحال خواهم بود. قطعاً با مرسدس هم 3 روز خوشحال خواهم بود. من حمال بودم تو ترکیه و کار سیاه میکردم و خوشحال بودم. تو پارک میخوابیدم و خوشحال بودم. 3 شبانه روز تو پارک خوابیدم. سلام، آدم مرادی هستم. از صفر مطلق، از زیر صفر، از فقر مطلق زندگیم رو ساختم و تو کل پروسه خوشحال بودم. حمال بودم سر ساختمونا، سلفی میگرفتم، با عشق برای همسرم میفرستادم. همه این سوژه‌ای که کردم میگن تو چرا سر ساختمون سلفی گرفتی، پیام میفرستادم کجایی سلفی میگرفتم با بیل سلفی میگرفتم که مثلا بچه‌ها با بیل سر ساختمونم. حمال بودم و خوشحال بودم. کار سیاه انجام میدادم و خوشحال بودم. الان اینجام، ثروتمندم و خوشحالم. قبل از اینکه پیجم رو بزنم هم ثروتمند بودم. من پیجم رو زدم فرانک مولر دستم بود و خوشحال بودم. پولدارم بودم، پیجم رو زدم، بازم اومد بالا و بازم خوشحال بودم. من راجع به پول صحبت نمی‌کنم. یه آدم ابلهی اومده نوشته اینجا، نمیدونم چرا همه میخوان ما رو پولدار کنن. ابله
من اصلا میگم تو نیازی به پولدار شدن برای خوشحالی نداری. ببین تو مغزش اومده یه چیزی رو حفظ کرده، اینجور یعنی شابلون داره کپی میکنه. کاش 4 تا کلمه از خودمون بگیم، حداقل بفهمیم لایو راجع به چی بعد بگیم. عجب. خلاصه این که رفیق، در هر حالتی از زندگی آدما میتونن خوشحال باشن. میدونیم ما چرا ناراحت و غمگین میشیم؟ چون شروع میکنیم به تمرکز کردن روی نداشته هامون و حالمون هم بد میشه. میگه راز خوشبختی تو بگو. هیچ رازی نداره، من دارم کلشو عربده میزنم، یعنی قشنگ همه دارم بلند میگم، بلند دارم به همه میگم. از هر آنچه که داری رضایت داشته باش، برای بیشترش هم تلاش کن. یا یه پیکان ترتمیز خیلی کم کار کرده قدیمی دوست دارن پیکان رو انتخاب کنن ولی از قضاوت میترسن. چند نفر اینجا هستن که ترجیح میدن یه ایمپالای 1968 داشته باشن تا اینکه یک سانتافه داشته باشن ولی از قضاوت میترسن. چند نفر اینجا هستن که دوست دارن به جای اینکه ماشین داشته باشن موتور داشته باشن ولی ماشین دارن. میدونی ما چرا خوشحال نیستیم؟ چون کلا داریم برای دیگران زندگی میکنیم. میخوای بریم مسافرت، انتظارت از مسافرت تو دبی چیه؟ استوری از ورودت به یک هتل لوکس و لاکچری؟ خیلی از آدما نمیان مسافرت به خاطر اینکه انتظار دارن وقتی میان مسافرت حتما از یک هتل لوکس و لاکچری استوری بذارن. میگه آدم از مگه نمیگفتی اگر شاد باشی پول کمترین چیزیه که وارد زندگیت میشه؟ چرا؟ کسی که خوشحاله، کسی که شاده، کسی که از لحاظ روانی به حالت شکرگزاری میرسه، سطحی ترین لایه زندگی ثروته. و واقعا فکر میکنید، ببین من یه سوال دیگه ازتون میپرسم، یه سوال خیلی قشنگتر. واقعا فکر میکنید ما به دنیا اومدیم پولدار شیم، مسافرت‌های لاکچری بریم، مکانهایی که ساخت دست بشره، بعد یه عالمه سکس، بعد بچه دار بشیم، بعد پیر شیم بیفتیم به تخت بمیریم؟ واقعا فکر میکنید مفهوم زندگی این بوده؟ خیلی سوال قشنگیه. هدف از زندگی چیست؟ هدف این بود که به دنیا بیایم، 4 تا هتل لوکس و لاکچری بریم، آیتمای لاکچری بخریم، خاص باشیم، آیفون 14 15 16 17 18 19 20 رو بگیریم، PS5K چی، PS6 و 8 و PS6 و 7 و 8 رو بگیریم، بعدم از این دنیا بریم. هدف از زندگی همین بود، نه؟ خدا ما رو آفرید، اصلا خدا ما رو نیافرید. حله تئوری آتئیستا رو ادامه بدیم. جد بزرگوارمون میمون، جد بزرگوار آتئیستا میمون اومد تبدیل شد به انسان که در نهایت انسان بیاد یک سری جای لاکچری رو بسازه، بعد برای رسیدن به لقای خودمون ما بریم اونجاها، بعد اونجاها رو که دیدیم بگیم به به ته زندگی رو در آوردیم، بعدم بیافتیم رو تخت بیمارستان و همینقدر سطحی بمیریم. میگه هدف از زندگی آزادانه زیستنه. آزادی از اینجا میاد. شما چقدر رهایی نسبت به شناخت خودت، چقدر رهایی نسبت به
حمله های مدیا، چقدر رهایی نسبت به استانداردهایی که برات درست کردن، چقدر رهایی نسبت به تبلیغات مختلفی که داره میشه. میدونی شما پول رو میخوای چون به طرز عجیبی سیستم کپیتالیسم و همچنین سیستم سرمایه گذار تو دنیا شما رو داره تربیت میکنه و بهتون میگه که خوشبختی و خوشحالی ورای خرج کردنه. هر آن کس که بیشتر خرج کند خوشحالتر است. هر آن کس که بیشتر پول دارد خوشحالتر است. اگر ورساچی بخری خوشحالتری، فیلیپ پلین بخری چون گرونتره 2 برابر خوشحالی. اگر ساعت دستت رولکس لیمیتد ادیشن باشه خیلی خوشحالی. اگر که ساعت دستت رولکس نباشه کمتر خوشحالی. این همون ساختار سیستمی است که ما میبینیم تو کل دنیا هست که ما رو بردهداری رسما برده مادیگراییمون میکنه و فکر میکنیم که مثلا زندگی همینه. نه، نیست. زندگی این نیست. زندگی لول و لایه‌های عمیق‌تری داره و هیچ کدوم از این لایه‌ها ربطی به پول نداره. ما اینجاییم که شاد به زندگی کنیم. بعد الان میخوای اینجا بنویسی که چجوری تو این مملکت میشه شاد زندگی کرد. آقا اینجا ما آدم داریم از آلمان، آدم داریم از کانادا، آدم داریم از 100 جا. ذهن آدما درگیره. طرف نوشته چرا عذرخواهی نکردی، عطسه کردی. فکرت کجاست؟ من عطسه رو 10 دقیقه قبل کردم. مثلا شما داری لایو رو با تاخیر میبینی، حتی همون لحظه رو میدیدی چه ربطی داره. نمیکنم، معذرت خواهی نمیکنم. الان ناراحت شدی، الان بهت فشار اومد، الان غمگین شدی، کل لایو به هم ریخت. از این لحظه با من دیگه دشمنی پیدا کردی چون من عطسه کردم، ازت معذرت خواهی نکردم. چی میگی رفیق؟ کجایی؟ زندگی همینه. ما شادی های خودمون رو زهرمار میکنیم بر خودمون. دیگه چند بار شکست خوردی و ناامید شدی؟ خیلی شکست خوردم و ناامید نشدم، چون با لبخند همیشه شکست خوردم. Good, good. Mood, mood. میگه شما اگر پول نداشته باشی قطعا به فکر پول درآوردن میافتی. آره، من همین الان به فکر پول درآوردن. ما تو همین پیج میفروشیم، ما تعارف نداریم. یه پیج تجاریه، این یک پیج تجاریه. اصلا یه چیز طبیعیه. اینجا یک پیج تجاریه. آنچه که من در بیرون به دنبالش میگشتم وجود خارجی نداشت. من تو کل پروسه خوشحال بودم، بابت خریدام شکرگزار بودم. خدا شکرت دارم جای خوبی زندگی میکنم، خیلی هم عالیه. رفاه دارم، یه خونه درندش دارم، این خیلی عالیه. هنوز که خونم اساس نشیدم، فعلا بالای خونه رو اومدیم یه دونه آپارتمان اجاره کردیم، ولی حالا دکورش تمام بشه پایین واسهتون میذارم. ولی آنچه که به دنبالش میگشتم در پول رو دیدم نیست. من کلکسیون ویسکی دارم، ویسکی هایی که واقعا لیمیتد ادیشنن و تو دنیا کلا 47 نفر طعم این ویسکی رو چشیدن و من یکی از اون آدما
کلاب های مختلفی رو رفتم، یات داشتم فروختم. البته یات چیز گرونی نیست. تو ترکیه شما با 600 700 میلیون تومان میتونید یات بخرید. حالا یات تو ایران خیلی چیز لاکچری محسوب میشه، تو آنتالیا یه چیز عادیه. داشتم و تجربهش کردم. کلکسیون سیگار برگ جمع کردم، از گورخا گرفته تا برو بالاتر سیگارهای برگ خیلی معروف و گرون قیمت. و باز هم دیدم یه چیزی اینجا خالیه. اومدم کلکسیون فندک‌های زیپو لیمیتد ادیشن 1 از 10 رو جمع کردم و باز اینجا یک چیزی خالی بود. یه روزی به این نتیجه رسیدم پول جواب سوالات نیست. پول خوشبختی نمیاره، خوشحالی نیست. وایب خوب به شما همه چیز رو میرسونه. اون چیزی که اینجا رو پر میکنه، برخلاف آنچه که همه فکر میکنن اون خدا، اون نور بود، اون فلان بود، خودم بودم. اون چیز خالی من بودم. و آن چیز خالی که در شما هست که میخواید برید با پول پرش کنید، بیرون ز تو نیست. هر آنچه که در جستن آنی. اون خلایی که فکر میکنی با پول میتونی پرش کنی، خودتی. تو میتونی پرش کنی. اون تویی. ما داریم در اکسپلور اینستاگرام به دنبال محتوا میگردیم، در صورتی که یک سری اکسپلور درون خودمون باید بزنیم. میدونی چند بار به خودت زنگ زدی و جواب دادی؟ چقدر با خودت تماس گرفتی؟ آخرین باری که با خودت تماس گرفتی کی بوده؟ سوال قشنگیه. آخرین باری که با خودت تماس گرفتی کی بوده؟ آنچه که به دنبالش هستی اصلا بیرون از تو نیست. بعد خودت رو که پیدا میکنی، درآمدت 100 برابر میشه. من خیلی ثروتمند بودم از دیدگاه خودم، از نظر خودم خیلی پولدار بودم، ولی از زمانی که فهمیدم اون چیزی که اینجا داره من رو اذیت میکنه، این چیزی که اینجا هست و اینجا خالیه، از اون موقعی که این رو کشف کردم که اون خلایی که در درون من هست خودم هستم، درآمدم راحت میتونم بهتون بگم 3 برابر شده. و تو حجم تجارت‌های من 3 برابر درآمد خیلی پوله. راجع به خیلی پول صحبت میکنم. یعنی اگر درآمد من بر فرض مثال ماهی بین 50 تا 100 هزار دلار بوده، الان رو 200 300 هزار دلارم و با فشار کمتر، با انگیزه کمتر. میگه الان داراییاتو بگیرن دیگه حرف نمیزنی. اتفاقا اگر داراییامو بگیرن حرف میزنم. من موقعی که هیچی نداشتم همین حرفو میزدم. من موقعی که 0 مطلق بودم همین حرفو میزنم. هیچ تفاوتی نمیکنه. شما تا مادامی که این خلا رو خودت پر نکنی، ثروت اصلا وارد زندگیت نمیشه. تا مادامی که به دنبال ثروتی هرگز بهش نمیرسی. میدونی این لایو برای 3000 نفر نیست. این لایو برای اون 1 نفریه که وحدت وجود رو میفهمه. این لایو برای اون 1 نفریه که متوجه میشه ارزش آرامش از انگیزه بیشتره. این لایو برای اون 1 نفریه که کانسپت صحبت‌های من رو میگیره. نه حالا این دوستانی که اینجا فاز دلغک بازی برداشتن، نه برای کسایی که دنبال حاشیه‌ان، نه برای کسایی که کلا نمیگیرن من چی میگم. میگه باید کار رو تلاش کرد. من مخالف کار. ببین اصلا کامنت ها انقدر چرت و پرت، آدم ناامید میشه اینجوری لایو بذاره. یعنی باید کار رو تلاش کرد، اینا توهمه. مثلا انگار من گفتم نباید کار رو تلاش کرد. اصلا کلا یه دنیای دیگه ای هستید. این لایو برای اون 2-3 نفریه که حرف من رو میفهمن، وگرنه که لایو برای همه نیست. این لایو برای همه نیست. یه جوری میگه یارو خب میموندی ایران، انگار مثلا تو ایران هیچ کس تا حالا ثروتمند نشده، هیچ کس تو ایران پولدار نشده. باشه رواله. اونایی که تو وایب من و تو مدار من هستن و تو اورای من هستن متوجه میشن. پول مثل سایه شما میمونه.
تا مادامی که دنبالش بدوید ازتون فرار میکنه. واستید وامیسته. به محض اینکه ازش فرار کنید پول میاد. خیلی هم میاد. راحت هم میاد. خیلی ساده هم میاد. زمانی که شما این خلأ درونتون رو به جای پر کردن با آنچه که پول به همراه میاره، آنچه که مادیات ما اسمش رو میذاریم، به جای اون با خودتون پر کنید. اون موقع شما برای پول تلاش نمی کنی، برای هدف تلاش میکنی، هدف هم پول میاره. حالا هدف چیه؟ هدف خدمت رسانیه. من یکی از خدمتایی که کردم پکیجه، با پکیجم خدمت رسانی کردم و از خدمت رسانی پول در بردم. مثال خیلی ساده ایه. مثلا فکر میکنی اسنپ چیکار میکنه؟ اسنپ داره خدمت رسانی میکنه، داره خدمات میده. وقتی این خلأ رو پر میکنی ناخواسته متوجه میشی چرخ دنده های اقتصاد چطوری کار میکنن. این خلأ رو تا مادامی که پر نکنی، شما روی یک تردمیل هستید، یه هویج هم گذاشتن جلوتون، دارید میدوید که به اون هویجه برسید و نمیرسید. هرگز نمیرسید. زمانی شما میتونید یک خدمات، یک بیزینس، یک تجارت، یک استارتاپ رو ران کنی که برای پول تلاش نکنی، برای استارتاپ تلاش کنی. اون موقع این خلأ رو پر کردی. اون موقع خلاقیتت رشد میکنه. اون موقع پیوسته تلاش میکنی. اون موقع شکست و صد بی‌معنی میشه. اون موقع کم نمیاری. اون موقع است که دست از تلاش بر نمیداری. اگر 100 بار 100 نفر رو تو زمین بزنن، 101مین بار بلند میشه. به جای اینکه این خلأ رو در بیرون از خودت جستجو کنی، در خودت جستجو کن. تارگت بذار خودتو بیشتر بشناسی. به هر حال مدیتیشن هم تو این پروسه خیلی کمکت میکنه. بچه‌ها مرسی که تو این لایو بودید. متشکرم ازتون. اپلیکیشن آدم مرادی رو نصب کنید. دوره سال خوب مال خوب رو حتما گوش بدید. 10 تا فایل مدیتیشن هم ما بهش اضافه کردیم. هزینه‌ای هم نداره، رایگانه. لینکش هم در بیو هست. حالا بیو یا بایو، چون اصلش بایوگرافیه، در واقع بایوگرافی بایو میشه دیگه، اولش رو بایوگرافی. تو بیو هستش لینکش، اینجا هست. adammaradi.com/app لینکش اونجا هست. اپلیکیشن ما رو با ایمیل، حتما با ایمیل، نه با شماره تلفن، با ایمیل ثبت نام کنید و سال خوب مال خوب رو گوش بدید. 10 تا هم فایل مدیتیشن درش هست و به علاوه 10 تا فایل 11 تا هم پادکست خود من درش هست که اونم خیلی خفنه. حتما سال خوب مال خوب رو گوش بدید، زندگیتون رو عوض میکنه. رایگان هم هست. دمتون گرم که تو این لایو بودید. خیلی حال داد، خیلی لذت بردم. بذارید ببینیم کیا هستن. با تشکر از آقای ایده، رضا بیداری عزیز، پیمان رجبی، ترید طوفان. متشکرم که در لایو من بودید. آقای رحیمی دوست عزیز و گل گرامی ما، خیلی خوشحالم که تو این لایو بودید. ممنونم از تک تکتون. ما بقیه عزیزان رو سرهم دارم نگاه میکنم، سرچشمی نمیشناسم، ولی تک تکتون رو دوست دارم. متشکرم که در این لایو بودید. همچنان باز سپاسگزارم، از صمیم قلب دوستتون دارم. خلاصه لایو اینه که زندگی اون چیزی که ما میبینیم نیست. زندگی اون چیزاییه که ما نمیبینیم. اینم برای اونایی که اندیشه پیشه میکنن. متشکرم از حضور و همتون. بدرود و خدا نگهدار.